بده بهش بفرما. موضوع مخفی هستن ایشون. من با ناشناس مونم فقط تا اینجا بتونیم ببینم. خب بخوام درام برم انگلیسی فکت‌ها رو می‌کنیم ببینیم قبول می‌کنیم یا نه. هر تیپ احساساتش آسیب می‌بینه چه ریاکشنی نشون میده؟ دوستان عزیز پشت صحنه خفه شید لطفاً. وقتی احساساتشون آسیب می‌بینه چه ریاکشنی نشون میده؟ آیدا برای چند ثانیه پوکر رو نگات می‌کنه بعد به شدت عصبانی میشه. پایان. احساساتم خط شده شده. آره خیلی خط شده شده. میخوای خودم اول بگم؟ آیدا آره اول خودت بگو. هیچی نمیگم اولا تو خودم میگم. سکوت می‌کنم. روحیش صدمه دیده ولی به روی خودش نمیاره. آره. کمتر با بقیه وقت میگذرنه یکم بی‌عصاب شده. اوکی. حالا من وقتی که مطمئن شد هیچ کس دور و برش نیست روشو برمیگردونه آروم میگیره. Alright, I'm gonna go cry. ساناز در همه حالی گریه کردم که دیشب داشتم گریه میکردم نمیدونستم چرا. Don't cry. It's gonna be okay. کائنات به احساسات رسیده. خب بیاین اینو چیز کنیم. رتبه بندی تایپ ها از نظر مستعد و افسردگی بودن. فکر می‌کنید چند خب بچه من آخرم باورت میشه؟ مشخصه. واقعا خیلی چرا خوب. آره مستعد افسردگی. حس می‌کنم مستعدترینم. آخر رو اول بگیم. خب مستعدترینم. ترتیب خودمون رو بگیم یعنی 1 یک 2 3 1 2 3 خودم و اما رو نمیدونم تو یکی. خب اولی INTP. آخه من سه هم من دارم تو چهاری. اشتباه. ببین داری از روز آخر قضاوت نکنی. باطن قضیه رو ببین. داری انکار می‌کنی افسردگی فکر آره. مرحله این کار. آخه میگه تایپ ها و سطح انرژیشون. خب صبر کن سطح انرژی ما خیلی اینکه بالا تا پایین احساسات همیشه کلا سطح انرژی مثلا شبیه چی میمونه؟ شبیه چی میمونه؟ آره. ما یعنی مودی چی؟ هستیم. یعنی یه مثال راجع به سطح انرژی اون بزن. باید فکر کنیم. مواد خسته یا کلا خسته ای افسرده مثلا یا کلا مواد زدی. But imagine how tired we are. INFJ برای زنده برای زنده ماندن برای زنده موندن به قهوه نیاز داره. من I'm an addict. زیادی حرف دو تا می‌زنم. معتاد قهوه. معتاد شماره 1 INTP و INFP یه بالش انسانیه. من که هستم من واقعا نمی‌دونم به بالا. عنوان شاسخین از من استفاده میکنی. من با قهوه میام بالا وگرنه من میرم بالشتم. پایین. چیشو با قهوه میام قبل از اینکه باشون صحبت کنیم بهشون قهوه بدیم. دقیقاً. محلتون نمیذارم. من تو مسافرت اینجوری بودم فهمیده بودن به زور بردنم مسافرت بعد اینجوری بودن هر جا وای میستادن یه قهوه برای این بگیریم بعد بریم. Before coffee, I hate people. After coffee, I feel good about hating people. رتبه بندی تایپ از نظر مادرانه رفتار کردن با دوستاشون. خب ما که داری سلیم تو تایی من با دوستان واقعا اینجوری نیستم. نه میدونی خیلی بستگی داره مثلا من اگر من بالا من فکر کنم مثلا اگر بالاترم. بحث حس راحتی و حس امنیت و ناامنی دارم مثلا من پیش شما دوتا هیچ وقت این رو رو ندیدیم چون پیش شما حس امنیت دارم. نظرتون اول کیه؟ Mommy? I'm a mom. Mamacita. ترتیب واقعیش اینه که INFJ سومه، INFP نهمه و INTP 16 تو فکر کن من تو چه پدر و تفاوت مادران رفتار اینم کردن خوبه. من چندمم؟ کار اوله به مامان رفتار نه بابا نه تو تو متفاوتی بیشتر بالا. شبیه این عمه‌هایی. Wait, what? بچه‌ها رتبه بندی تایپ از نظر میزان معصومیت اونایی که مثل بچه پاکن فکر کنید تو ما وجود نداره. خیلی وجود نداره من بالاه. وجود نداره. این
کاملا رتبه بندی جدا. یکی یه عده مثل بچه پاک و معصومن، یه عده چون بهشون بدی شده معصوم نموندن، یه عده کلا معصوم نیستن. خب یه عده هم که کلا معصوم نیستن. بچه تایپ من توش نیست، کلا گردن نگیره ساینتی. اونایی که مثل بچه معصومن کلا اسن، مثل سارا یه سری. اونایی که چون بهشون بدی شده معصومن ما نداریم. اونایی که عمرن معصوم باشن شما 2 نفرید و منو کلا گردن نگرفت. تو نیست. متاسفم. من مثل بچه پاکم، هنوز به دنیا خیلی نیومدم. خرابی دیگه. I am not your best friend. I'm your worst enemy. Get that through your head. گزینا. من چی؟ تو جز پاک مثل بچه. وای الهی به خدا من طوریم. نمیتونم تو ویدیو خوب تایپا از نظر آسیب زدن به احساسات خودشون آسیب میبینن یا به بقیه؟ آها نه، اینکه چجوری بهت آسیب میزنن. منم بگو اول منم بگو. تو پشت صحنه ای، پشت صحنه نمون، کارگردان با دزدیدن قلبت بهت آسیب میزنن. بچه من واقعا رنگی کمی و اکلیل. دلرباییم به بقیه هم میگم. خب ما جز این دسته نیستیم کلا. خب به نظرتون چجوری بقیه آسیب میزنین؟ به احساساتشون یا از نظر جسمی؟ یه عده بچه‌ها یه عده که شما دوتا باشید یه گزینه جدا هن منحصر به فردی باعث میشن، یعنی شما باعث میشید که طرف بفهمه از نظرش روحی چقدر آسیب دیده. یعنی شما میزنیم آره آسیب دیدگی‌های قبلیشو بهش نشون میارید آره بیرون. چقدر وحشتناک. تقریبا رها شده داره بهش جسمی آسیب نمیزنم دیگه، از نظر روحی خیلی منطقیه. بیاین هر تایپ رو بر اساس کلیشه خلاصه کنیم. من فقط میگم بدونید. کلیشه داریم. خودم کنجکاو اما تنبل کاملا درست اصلا کلیشه نیست. INFJ واقعا دلش میخواد آدم خوب باشه و معمولا همینطور. اصلا بدی بهت نمیاد. INFP بعدی بهم نمیاد. در حال سفر در سرزمین عجایب خیال پردازی. من نه. ESFJ آشپز مهربونی که سعی میکنی ازش متنفر باشی ولی نمیتونی. چرا بعدش متنفر؟ من به راحتی میتونم. چون آشپزی خوبه؟ آره. من فقط یه بار نودل برام درست کرد. اونم خوبه. در این حد که سوسیس ممکنه بسوزه. از اون بر خوبه. خیلی عالیه پرفکت. فوق العاده است. در قبال جوک‌های بد یا جوک‌های بی‌مزه چه واکنشی بی‌مزه؟ نشون میدی؟ من انقدر مهربونم که میخوام طرف ناراحت نشه. خب پای سرم می‌فهمه که دیگه داره صحبت صحبت می‌کنیم. نه راست می. منم بستگی داره. اگه نفر باشه باش رو درست ببین، داشته باشم میخندم، ولی اگه باهاش تنی باشم نمیخندم. من متأسفانه صورتمو نمیتونم کنترل کنم. اینجوری آره تو نمیتونی. تو فوشم هیچ بهش. Okay. من واقعا اینجوریم که دلیل نداره واقعا واکنش آها. خنده و دقیقا همینه. من اگه دلم سارا براش بسوزه میخندم. دسته اونایی هستن که نمیذارن سوژه از دست بره و از خنده میپاچن. میگم که من ساناز دسته اونایی که لبخند مصنوعی میزنن و تظاهر میکنن کلا چیزی نشنیدن. نادیده میگیرن. مخصوصا اگه استاد باشه و مجبور باشم. INFJ هم گفته دسته اونایی که نمیذارن سوژه از دست بره و میخندن. آره دوتاتون مثل هم. مال من که گفته دسته اونایی که هر جایی که قرار نیست بار باشه. ولی توی آدم خیلی بستگی خنکی. داره. خب چی؟ درصد خنکیت خودم ساناز تو یه آدم دستی آیا به بقیه گیر نمیدی سر این مسئله؟ شما مهربونی. آره من تو روی طرف برخورد با کراشتون چه واکنشی نشون میدی؟ سگ میشی. گوشش زد. عزیزم عشقم ادراک نکردی؟ یا هم درباره من اینجوری هستم واقعا. من و حیثیتم